سلام، درود دوستان و همراهان عزیزم توی خورجین پژوهش. مهدی هستم. امروز اومدم با یه ویدیوی دیگه از کانالمون. مرسی از همراه‌های وفادارمون که با ما هستید. امیدوارم ویدیوهایی که تا حالا تولید کردیم مورد استقبالتون قرار گرفته باشه. و امروز میخوام دو مثال عینی درباره متد تاگوچی آخرین ویدیویی بود که ما برای شما محتواشو آماده کردیم. خب توی ویدیوی قبلیمون که من لینکش این بالا گذاشتم شما میتونید ببینید که اصلا فلسفه این روش چیه، ولی به طور خلاصه تاگوچی متدی است که به ما کمک میکنه به جای انجام مثلا 81 تا تست بیایم با 9 تا تست به همون نتایجی که میخوایم برسیم. به ما کمک میکنه که با کم کردن تعداد آزمایش‌ها هم توی وقت و انرژی و زمان و هزینه صرفه‌جویی کنیم و هم بتونیم با پیشنهاد دادن یک سری مدل‌های ریاضی و آماری اون پژوهش خودمون رو غنی‌تر کنیم و علمی‌تر جلوه بدیم. پس اگر دوست داشتید اون ویدیوی قبلی رو تماشا کنید و بعد در ادامه من می‌خواستم که دو تا از مقاله‌هایی که یکیش رو خودم توی 7-10 سال قبل مقاله‌اش رو منتشر کردم با هم دیگر مرور رو بررسی کنیم و یک مقاله‌ای هم که اخیراً چند روز یا چند هفته اخیر توی ژورنال خودمون سینتزیس انزینترینگ منتشر شده اونا رو هم یه نگاهی بهش بندازیم که در هر دو از روش تاگوچی استفاده کردن. توی مقاله اول که خودم هم به عنوان نویسنده هستم کار پژوهش به صورت تجربی آزمایشگاهی بود. توی کار دوم که تو ژورنال ما منتشر شده ولی خود من نویسنده نبودم، تو اونجا از روش‌های شبیه سازی و مدل‌های عددی استفاده شده. با بهره‌گیری از روش تاگوچی تونستن یک پژوهش رو به خوبی و سرانجام برسونن. خب صحبت همون اینجوری ادامه بدم که مقاله‌ای که خود منم توش نقش داشتم، ما اومدیم یک کامپوزیت ساختیم به روش هات پرس. از بحث‌های در واقع مهندسی موادیش صرف نظر میکنم چون ممکنه که برای دوستانی که توی این فیلد نیستن خیلی خوشایند نباشه و جذاب نباشه براشون. من میرم سراغ طراحی آزمایشمون که ما به چه صورت اومدیم آزمایشمون رو طراحی کردیم و انجام دادیم. خب این جدولی بود که ما ازش استفاده کردیم و 9 تا نمونه‌مون رو بر اساس این جدول ساختیم، البته با مدل و الگوریتمی که تاگوچی با ما پیشنهاد داد. در دماهای مختلف، زمانها، فشارها و با استفاده از افزودنی در اندازه‌های گوناگون ما اومدیم نمونه‌هامون رو ساختیم. بعد از اینکه ساخت نمونه‌ها تموم شد ما اومدیم یک سری تست‌ها روش انجام دادیم. ما 3 دسته تست انجام دیدیم توی این مقاله. البته یه دونه از اینها هم کفایت میکنه برای الگوریتم تاگوچی. به هر حال ما اومدیم چگالی اندازه گرفتیم، دونه ها رو اندازه گرفتیم و همینطور سختی نمونه ها رو سنجیدیم. حالا بریم ببینیم چه چیزایی با متد تاگوچی به دست اومد. من برای نمونه این رو خدمت شما نشون دادم، این 4 تا نمودار رو: دما، زمان، فشار و اندازه افزودنی. به اینا میگن مین افکت پلاتس، یعنی نمودارهایی که نشون میده که چه دماهایی، چه زمانهایی، چه فشارهایی و چه اندازه‌هایی به من کمک میکنه که بتونم به بیشترین و بالاترین سختی که مطلوب من هست برسم. یعنی چی؟ هر چی که این نقطه بالاتر باشه این نشون میده که متغیر من در اون سطح رفتار و عملکرد بهتری رو از خودش نشون خواهد داد. مثلا نشون میده که دمای 1850 درجه سانتیگراد خیلی خوبه چون بالاتر هست، یا در بحث زمان 90 دقیقه زمان خوبه، و در بحث فشار 16 چون بیشترین و بالاترین نقطه رو داره، یعنی هرچی بالاتر بهتر. اما در بحث اندازه دونه همونجور که میتونید ملاحظه کنید این حد وسط بهترین نتیجه رو داده، یعنی اندازه 200 نانومتری کمک میکنه که ما به بهترین سختی برسیم توی این نمونه‌ای که ساختیم. خب پس اولین دستاورد استفاده از روش تاگوچی این هست که به ما نشون میده که شما چند تا متغیر بررسی کردید در سطح‌های مختلف، کدوم سطح بهترین نتیجه رو برای شما در بر خواهد داشت. همونجور که میبینید ما مشخص شد برامون که کدوم سطوح برای این 4 تا متغیر بهترین نتیجه رو برای ما برمقام داره. البته از دیدگاه سختی، از دیدگاه‌های دیگر مثلا این نمودارهای وسطی داره اندازه رو نشون میده،
یا این بالایی داره چگالی رو نشون میده. از دیدگاه‌های مختلف ممکنه ما جواب‌های بهینه متفاوتی به دست بیاریم. دیتای دیگه‌ای که ما به دست میاریم بهش میگن آنالیز واریانس، حالا به اختصار بهش میگیم آنووا. تو این جدولی که اینجا شما ملاحظه میکنید این هم یک سری دیتاهای آماری در اختیار ما میذاره، از جمله درجه آزادی، واریانس و غیره. ولی مهمترین بخش چیه؟ مهمترین بخش ستون آخر این جدول است. همونجور که میبینید این رو به عنوان سیگنیفیکنس یا اهمیت هر متغیر و پارامتر نشون میده. دستاوردی که ما با استفاده از روش تاگوچی داشتیم این بود که نشون میده که تمپرچر یا دما 40% اهمیت داره تو این فرایند، زمان حدود 13-14%، فشار اعمالی حدوداً 43% و اندازه دونه حدود 2%، حتی زیر 2%. خب جمع اینا باید بشه 100 دیگه. که حالا اگه ما بیایم اون دیتاهای جدول بالا رو به صورت یک گراف و نمودار دایره‌ای نشون بدیم، شاید بهتر بتونه به ما کمک کنه که کدوم پارامتر توی این فرایند خیلی خیلی واسه ما اهمیت داره و اثرگذاره. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که شما بهتره که مثلا توی این تست خاص دما و فشار رو بتونید خوب کنترل و بالانس کنید. زمان اهمیتش نسبت به اون دوتا کمتره، اندازه دونه ها که 2% شده دیگه یه جورایی میشه گفت بی اهمیت بوده طبق این آزمایشایی که ما انجام دادیم. در واقع نشون میده که کدوم پارامترها خیلی خیلی اثرگذارند و کدوم ها بی اهمیتن. پس دستاورد دیگری که تاگوچی در اختیار ما میذاره اینه که ما بفهمیم درصد اهمیت هر پارامتر چقدر بود. و مورد بعدی که تاگوچی به ما کمک میکنه که از نظر آماری بتونیم استخراجش کنیم این جدولیه که اینجا شما ملاحظه میکنید. همونجور که میبینید این داره شرایط بهینه فرایند رو به ما نشون میده. بر اساس اون محاسبات آماری که انجام میده، حالا اینا رو میتونیم به صورت دستی انجام بدیم و یا به صورت نرم افزار با استفاده از الگوریتم پیشنهادی تاگوچی ما میتونیم شرایط بهینه رو تعیین کنیم. به چه صورت؟ در این کیس خاص مثلا میگه که دمای بهینه شما 1850 باید باشه، زمان نگهداریتون 90، فشار 16 و اندازه افزودنیتون 200 نانو باشه. حالا که البته این رو از نمودارهای اولی هم میتونستیم استنباط کنیم، ولی این داره اینو به ما میگه که اگر شما بیاد این متغیرها رو بهینه انتخاب کنید چقدر از مقدار میانگین شما میتونید به دستاورد بهتری برسید. مثلا اینجا هدف ما چون سختی نمونه بود، این میگه که دمای بهینه سختی شما رو مثلا 1.8 واحد میتونه بالاتر ببره، زمان 1 واحد بالاتر میبره، فشار 2 واحد، اندازه بهینه مثلا کمتر از نیم. و به طور کلی اگر همه متغیراتون بهینه بشه شما میتونید 5 واحد بر سختیتون بیافزایید. یعنی اگر سختی میانگین شما 12 باشه، با بهینه سازی همه شرایط شما میتونید به سختی مثلا نزدیک 18 برسید. این عددی که اینجا پیشگویی کرده پیشگویی مدل هست، یعنی نتیجه ای رو که در شرایط بهینه شما میتونید به دست بیارید رو برای شما میاد پیشگویی میکنه که حالا 17.76 بود. سرانجام ما میتونیم برای راستی آزمایی بیایم یک نمونه هم بسازیم، یعنی یک نمونه واقعی بسازیم طبق اون شرایطی که تاگوچی پیشنهاد داده به عنوان حالت بهینه. ما اومدیم این کار رو انجام دادیم و همینجور که ملاحظه میکنید در این ستون سوم این جدول سختی پیش بینی شده 17.76 شده بر اساس مدل. سختی که در شرایط عملی اندازه گرفتیم شده 17.1. خب همونجور که میبینید این اعداد به هم نزدیک هست. یه جورایی داره به ما میگه که اون پیشگویی مدل تاگوچی وریفای یا صحت سنجی و راستی آزمایی شد. یعنی ما میتونیم با خیال راحت اون دیتاهای آماری که این مدل برای ما پیشگویی کرده اتکا کنیم. خب دوستان عزیزم، مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. مثالی که گفتم درباره یک کار آزمایشگاهی یا اکسپریمنتال بود. مثال بعدی که میخوام بزنم از ژورنال خودمون سینتزیس اند زینترینگ هست که اخیراً یک مقاله توش منتشر شده و از روش تاگوچی استفاده کردن برای بهینه‌سازی، شبیه‌سازی و مدل‌سازی عددی
کارشون. اینجا هم من از بحث‌های تئوری و علمی اولیه‌اش میگذرم، چون که بحث‌ها مهندسی مکانیک و مهندسی مواد هست، شاید همه دوستان بهش رغبتی نداشته باشن. من مستقیم میرم به جایی که طراحی آزمایش انجام گرفته. این دوستان اومدن با استفاده از روش تاگوچی 3 تا پارامتر رو بررسی کردن و مدل تاگوچی به اینها 9 تا حالت پیشنهاد داده که ببرن ران کنن، با نرم افزار اجرا کنن، شبیه سازی و مدل سازی کنن. موضوع بررسی این دوستان هم بحث هندسه بوده، یعنی اومدن قالب و قطعه که میخواستن تولید کنن رو چیکار کردن؟ ابعاد و اندازه هاش رو متغیر در نظر گرفتن و میخوام ببینن کدوم اندازه و کدوم ابعاد کمک میکنه که اینا به بهترین جواب برسن. من از مباحث علمی و تئوری دوستان صرف نظر میکنم، چون که بحث‌های اختصاصی و تخصصی هستند. میرم به نتایجی که گرفتن. حالا این شکل‌هایی هم که میبینید کانتورهایی هستن که توی 9 تا حالت مختلف به دست آوردن و توی این جدول گزارش نتایج به دست آمده است. حالا یک دمایی مد نظر بوده که توی 9 تا حالت تونستن به اون اعدادی که به روش شبیه سازی و مدل سازی برسن توی این جدول این رو گزارش کنند. دوستان اومدن مین افکت پلات رو به این صورت نمایش دادن با استفاده از نمودارهای میله‌ای که نشون بده که سطح بهینه کدومه. خب بیشترین مقداری که به دست میاد میتونه به ما نشون بده که کدوم حالت بهینه خواهد بود. ظاهرا برای حالت اول که به صورت آبی رنگ هست سطح اولشون، برای حالت قرمز رنگ سطح سومشون و برای حالت سبز سطح اول بهترین نتیجه رو برای دوستان به ارمغان آورده. تحلیل واریانس نشون داده که متغیر اولشون 10% اثرگذاری داره، متغیر دومشون 87%، متغیر سومشون حدوداً 2% و حدود 0.5% هم خطای محاسبات آماری این دوستان بود. همونجور که توی این نمودار دایره‌ای هم می‌بینید این بخش قرمز رنگ که قطر نمونه بوده مهمترین پارامتری بوده که دوستان بررسی کردند و متغیرهای دیگر اثرگذاری کمتری نسبت به این متغیر داشتند. و توی جدول که ملاحظه می‌فرمایید نشون میده که حالت بهینه چه دمایی میتونه باشه. بر اساس محاسبات آماری روش تاگوچی دوستان به دست آوردن که دمای 2133 درجه دمای بهینه هست و مجددا این بزرگواران اومدن یک نمونه رو در شرایط بهینه پیشنهاد شده ران کردن، بررسی کردن، تحلیل کردن و دیدن که عددی که به دست میاد خیلی به عدد پیشگویی شده نزدیکه و فقط 6 درجه سانتیگراد این دوتا اختلاف دارد. یعنی توی 2000 اندی درجه فقط این مدل 6 درجه سانتیگراد اختلاف داشته، آن چیزی که مدل پیشگویی کرده و آن چیزی که دوستان در شرایط بهینه اجرا کردن و به دست آوردند. همراهان عزیزم، ویدیو ما اینجا به سرانجام میرسه. امیدوارم که ازش استفاده ببرید و اگر هر ابهام و سوالی بود یا هر پیشنهادی داشتید خیلی خوشحال میشم که اینجا برای من کامنت کنید. من در اسرع وقت به سوالای شما جواب خواهم داد. اگر هم که خوشتون اومد از این صحبت‌ها و از این ویدیو لایک کنید تا من رو خوشحال کنید و انگیزه پیدا کنم برای تولید محتواهای بیشتر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.